با نام خدا، با عرض سلام با مجمع خبرهای این ساعت از رادیو جهانی ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز یک شنبه 3 ماه جوزای سال 1400 هجری خورشیدی. اداره مستقل ارگانهای محلی اعلام کرد که عبدالشفق به عنوان والی جدید ولایت سرپل تعیین شده است. پیش از این قربان مراد والی سرپل بود. منابع محلی در ولایت بلخ سقوط ولسوالی چاربولک را به دست طالبان تایید میکنند. طبق اعلام این منابع، طالبان شب شنبه 29 جوزا یک رشته حملات تهاجمی را برای سقوط این ولسوالی آغاز کردند و ساعت 9 صبح روز یک شنبه 30 جوزا کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند. یک منبع امنیتی که نمیخواهد نامش در خبر ذکر شود میگوید که ولسوالی چاربولک پس از درگیری های شدید توسط طالبان تصرف شده و ده ها نظامی افغان به این گروه تسلیم شدند. منابع محلی در ولایت تخار میگوید که پس از سقوط ولسوالی بهارک 5 ولسوالی دیگر این ولایت نیز به دست طالبان افتاده است. وفی الله رحمانی رئیس شورای ولایت تخار روز یکشنبه 3 جوزا به رسانه‌ها گفت که این ولسوالی ها بنگی، چال، هزار سمیج، ینگی قلعه و نمک‌آب از روز گذشته به این سو به دست طالبان سقوط کرده است. با گفته آقای رحمانی، ولسوالی های بنگی و چال روز شنبه و شب هنگام نیز ولسوالی های هزار سمیج، ینگی قلعه و دقایق قبل ولسوالی نمک‌آب ولایت تخار پس از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان به دست این گروه افتاده است. شماری از اعضای شورای ولایت فاریاب میگویند که درگیری ها تا حومه شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رسیده است. همزمان با این پلیس فاریاب میگوید که نیروهای تازه نفس به این ولایت اعزام شدند. هرچند عبدالمنان قاطی عضو شورای ولایتی فاریاب از احتمال گسترش درگیری پس از حمله طالبان در داخل شهر میمنه هشدار میدهد، اما کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب میگوید که با رسیدن نیروهای تازه نفس تحرکات طالبان عقب زده شد. پیش از چاشت روز یکشنبه 3 جوزا عبدالمنان قاطی هشدار داده بود که اگر نیروهای تازه نفس به فاریاب اعزام نشوند شهر میمنه با خطر سقوط روبرو است و گروه طالبان مدعی شده است که مناطق وسیع از جمله ولسوالی لواش فاریاب را تصرف کرده است. روز گذشته سقوط ولسوالی خوج سبز پوش این ولایت به دست طالبان تایید شد. سفارت امریکا در کابل با مناسبت روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا با همسایگان افغانستان به خاطر حمایت از بیجا شدگان و مهاجران افغان همکاری کنند. راس ویلسون کاردار سفارت امریکا در کابل روز یکشنبه 3 جوزا با نشر یک رشته توییت به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت که این کشور از نزدیک با همسایگان افغانستان برای حمایت از پناهندگان مهاجر و آوارگان داخلی همکاری خواهد کرد. منابع از ولایت سمنگان تایید میکند که ولسوالی در رسوب بالای این ولایت صبح روز یکشنبه 3 جوزا به دست طالبان سقوط کرده است. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان به رسانه‌ها میگوید که جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان از شنبه شب گذشته آغاز شده بود و صبح روز یکشنبه این ولسوالی به کنترل کامل طالبان درآمده است. با گفته آقای سروری، نیروهایی که روز گذشته از ولسوالی در رسوب پایین به ولسوالی در رسوب بالا رفته بودند با نیروهای مستقر در این ولسوالی یک جا عقب نشینی کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان توجه جدی سازمان‌های مهاجرتی به وضعیت دشوار پناهجویان افغان شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت دشوار مهاجران افغان در کشورها و اردوگاه‌های پناهجویی در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است و از سازمان‌های فعال در عرصه مهاجرت خواسته است تا به وضعیت بد این پناهجویان توجه ویژه کنند. در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر که روز یکشنبه 3 ژوئیه به مناسبت روز جهانی پناهندگان نشر شد آمده است که گسترش جنگ و وضعیت ناپایدار امنیتی کشور سبب افزایش تلفات غیر نظامیان، بیجا شدن، آوارگی و مهاجرت بیشتر مردم از افغانستان شده است. طبق اعلام این کمیسیون شمار زیادی از پناهجویان افغانستان در کشورها و اردوگاه‌های پناهندگان در سراسر جهان سالها بدون تعیین تکلیف حقوقی رها شدند. پس از افزایش تحرکات گروه طالبان در دره غوربند ولایت پروان، مقام‌های محلی میگویند که 500 نفر از باشندگان این ولایت در برابر طالبان بسیج شدند. بخشی از این نیروها که به تازگی رهسپار غوربندها شدند از افراد نزدیک به عبدالظاهر سالنگی نماینده مردم در مجلس نمایندگان بودند. فضلالدین عیار والی پروان هنگام اعزام 40 تن از جمع این 500 نفر که به دره غوربند پروان رفته گفت که به زودی به تعداد این افراد افزوده می شود. با گفته وی گروه طالبان سرکوب خواهند شد. مقام‌های ریاست صحت عامه هرات از ورود نخستین محموله اکسیژن وارداتی از ایران به این ولایت خبر می‌دهند. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات با نشر اعلامیه گفته است که نخستین تانکر اکسیژن دیروز روز شنبه 29 جوزا از شهر مشهد ایران به هرات رسیده است. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 93 بیمار کرونایی جان باخته و 1927 بیمار جدید نیز شناسایی شده است. طبق اعلام این وزارت با ثبت ارقام جدید شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 103921 تن رسیده است. از این میان 4215 تن جان باختند. و خبر اخیر این است که وزیران امور خارجه افغانستان، ترکیه و ایران در یک نشست 3 جانبه روی تأمین صلح، مبارزه مشترک با توریسم و نیز ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی برای پایان جنگ در افغانستان با هم گفتگو کردند. وزارت امور خارجه کشور گفته است که محمد حنیف اتمر در این نشست که روز یکشنبه 3 جوزا در آنتالیای ترکیه برگزار شد با مولود چاوشوغلو همتای ترکی و نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مسائل مشترک گفتگو کرده است. آقای اتمر در این نشست تصریح کرده است که برای پایان جنگ به افغانستان تأمین صلح در افغانستان به همکاری و حمایت منطقه‌ای بیشتر نیاز است. این بود مجمع خبرهای این ساعت که از رادیو جهانی ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد خدایا رو نگهدارتان.